به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همکاران عزیز خودم در مجموعه بزرگ کالا کودک توس. عرض تبریک دارم همه ایام رو و به خصوص امشب شب یلدا رو خدمت همه دوستان، کارگران عزیز و زحمتکش، اپراتوران عزیز، کارشناسان بزرگوار و زحمتکش، مدیران محترم و پرتلاش، مشاورین عزیز و بزرگوار، هیئت مدیره عزیز و سهامداران خیر و بزرگوار مجموعه کالا کودک توس. انشالله که همه ایام و لیالی بر شما مبارک باشه، کنار هم انشالله بهتون خوش بگذره و این کنار هم بودن رو قدر بدونیم، زمان رو قدر بدونیم. برای چند ثانیه‌ای طولانی تر شدن شب جشن میگیریم و قدر میدونیم و کنار هم جمع میشیم. انشالله که این کنار هم بودن رو قدر بدونیم، همیشه جمعمون به اصطلاح جمعیت باشه و از همدیگر و کنار همدیگر بودن انشالله لذت ببریم. من دوست دارم که یک تفاعلی بزنم به حافظ شیراز، به دیوان حافظ شیراز و به نیت همه حالا شما بزرگواران. انشالله شما هم نیت خواهید کرد، انشالله که بهترین ها نصیب هممون بشه و اون چه رو که در پیش داریم عاقبت به خیری باشه کنار همدیگر. خب به بسم الله الرحمن الرحیم. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. گرد هواست که معشوق نگسلد پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. صبا بران سر زلف ار دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ، به یادگار نسیم صبا نگه دارد. براتون عاقبت به خیری و روزهای خوب و خوش آرزو دارم. انشاءالله که سالیان سال در کنار هم در مجموعه کالا کودک بتونیم کار بکنیم و از کار کردن کنار هم لذت ببریم و روز به روز انشاءالله هم مجموعه پیشرفت بکنه و هم پیشرفت روزمره نصیب همه شما دوستان بشه انشاءالله.